کارشناسان میگویند مقامات تاجیک طی تقریبا 10 سال اخیر چند قرار و قانون از جمله تنظیم عنعنه و داشتن فقط 2 سیم کارت از یک شرکت مخابراتی را قبول کرد که بیشتر به محدود کردن آزادی و انتخاب ساکنان مربوط است. اما مقامات گفتند که این قانون ها نه محدودیت بلکه به نظام درآوردن پهلوهای بینظام زندگی مردم و حفظ ثبات در جامعه است. سیاوش عبداللهیف ساکن 35 ساله شهر دوشنبه انتظار داشت که همراه مادرش به زیارت کعبه به عربستان سعودی برود. تا یک سال پیش در تاجیکستان برای افراد از 35 ساله بالا اجازه رفتن به حج بود، اما با یک قرار دیگری حکومت این سن تا 40 سالگی بالا برده شده است. سیاوش میگوید او چندان آدم مذهبی نیست، اما میخواست یگانه آرزوی مادرش را برآورده سازد که سالها برای به حج رفتن پسنداز جمع میکرد. پدر و برادر ندارد و تنها از نگاه دینی او میتواند که مادرش را به حج برد. مادرش 74 سال دارد و تا 40 سالگی سیاوش 80 ساله می شود. سال گذشته نیز قانون درباره منع نکاح خویشتباری ازدواج او با دختری عمکش را به هم زد. درآمدی او از حساب مرکز بازی‌های کامپیوتری در ناحیه سینای شهر دوشنبه بود که پس از منع رفتن نابالغان به چنین مرکزها مشتریانش کم شد و بنابر بر ضرر کار کردن خودش آن را بست. ماشین شخصیش گاه به اصطلاح همچون تاکسی 3 سامانی استفاده میکرد که این هم حالا با قرار شهرداری دوشنبه منع شده است. این جوان میگوید ظاهرا تاجیکستان به یک مرحله دیگری وارد شده است که برای مطابق شدن برای کار و زندگی در آن باید مطابق شد. در 2 سال اخیر دهها محدودیت در تاجیکستان جاری شد. قانون درباره منع نکاح خویشتباری قبول شد. رفتن نورسان و نابالغان به مسجد و مرکزهای اینترنتی منع گشت. داشتن دو شهروندی برای مقامداران، داشتن بیش از 2 سیم کارت از یک شرکت موبیلی غیر قانونی اعلام گشت. دسترسی به شبکه‌های اجتماعی نیز در تاجیکستان محدود است و بر اساس قانونی که سال گذشته قبول شد، مقامات در حالت‌های ضروری حق مسدود کردن اینترنت را دارند. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 29 ایون بر رادیو آزادی گفت این قرار و قانون‌ها محدود کردن نیست بلکه به نظام درآوردن پهلوهای بینظامی زندگی ساکنان است. او از نظام قانونگذاری توصیف کرده تاجیکستان را در این مسئله از کشورهای پیشرفت در آسیای مرکزی دانست. با قول سفروف تازه قرقیزستان و قزاقستان و چین و روسیه قانون‌های را می‌خواهند قبول کنند که ما سالها پیش قبول کرده بودیم. شیوه کاری مقامات را اکثر کارشناسان کهنه شده می‌دانند که می‌خواهد بسیاری از مشکلات را با راه ممنوع خواندن حل کند. عبدالملک قادروف کارشناس تاجیک گفت در مقامات محلی اختصاصمندان نمی‌رسند که بس ساکنان سر مشکل زبان یابند و آنها را از طریق گفتگو به انجام کار تشویق کنند. از این رو به گفته او در اکثر موارد مقامات تنها با محدود کردن قناعت کرده راه‌های دیگر را به شهروندان پیشنهاد نمی‌کنند. جاری شدن محدودیت‌ها در حیات سیاسی و اجتماعی ساکنان حالا تنها خاصی تاجیکستان نیست. به گفته کارشناسان عین چنین محدودیت‌ها در کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز به نظر می‌رسد. خورسند خورموف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید همه این محدودیت‌ها برای دخالت به حیات شخصی ساکنان روانه شده است. سازمان‌های بین المللی نیز پیوسته از محدود شدن آزادی‌های ساکنان در تاجیکستان انتقاد می‌کنند. سازمان فریدام هاوس یا خانه آزادی در گزارش اخیر خود که اول ماه اپریل امسال به نام دولت‌های در حال گزارش 2017 نشر کرد، از وضع رو به پایین دموکراسی در تاجیکستان انتقاد نموده نظام حاکم در کشور را خودکامه خوانده است.